در تاجیکستان شماره کودکانی که در عائله‌های رسما ثبت نام نشده به دنیا آمدند بیشتر شده است. خیرنیسا یوسفی معاون رئیس مجلس نمایندگان پلات پایانی پارلمان تاجیکستان در یک جلسه گفته است در کشور شماره عائله‌های به طور رسمی به قید گرفته نشده زیاد شدند. در دفتر مطبوعاتی مجلس نمایندگان روز 6 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که یوسفی در ادامه از افزایش یافتن تولد فرزندان غیر قانونی و حادثه های دست کشیدن مادران از طفلان به دنیا آوردهشان نیز گفته است. در تاجیکستان معمولا مادران از طفلان خود دست میکشند که نکاح دینی و یا رسمی ندارند و به خاطر انگشتنمایی جامعه نشدن پس از تولد از پرستاری طفل خود دست میکشند. برعکس این طایفه زنها آنهایی که تقدیر زن دوم بودن را انتخاب کردند نکاح دینی دارند، ولی قانونهای تاجیکستان چند همسری را منع کرده آن را جنایت می شمارد. از این رو زنهای دوم نمی توانند عقد نکاح رسمی داشته باشند و از چشم آمار پنهان می مانند. خیرنیسا یوسفی یگانه مقام رسمی در تاجیکستان است که آشکارا از افزودن عائله های غیر رسمی و یا به عباره دیگر زنهای دوم می گوید. ماده 172 کودکس جنایی تاجیکستان مربوط به دوزانگی است و دلیل آن را با دو یا یک چند زندگی کردن با پیشبری خواجگی عمومی مقرر کرده است. این بندی کودکس جنایی در پی 50,000 سامانی جریمه و یا 2 سال کارهای اصلاحی را در پی دارد. اما به نظر می رسد مقامات در تاجیکستان در حالتهای استثنایی افراد را برای دوزانگی جزا می دهند. تحلیلگران می گویند مقامات به آن خاطر در اجرای این قانون از پشتی انگشت می نگرند چون در میان خودشان نیز دوزانه ها کم نیستند. با این وجود آمار تاجیکستان حاکی است شماره فرزندانی که در تربیت مادری تنها هستند کم نیست. از آژانسی آمار تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که عین زمان در کشور 3869 نفر خواننده مکتب هستند که از پرستاری پدر محرومند و مادرانشان تنها آنها را بزرگ میکنند.